سلام علیکم. شوکتی محمد با شما هستم و برنامه امروزی پیام نیوز را تقدیمتان میکنم. سرخط خبرها: دانشکده آموزگاری تاجیکستان در ناحیه رشت آموزگار نه خدمتگار آماده میکند. معرکه ابله ادامه دارد. برنامه دعوتی تیرماهی به صف نیروهای مسلح تاجیکستان 65% اجرا شد. نان سمیت از مقامات تاجیکستان خواست تا از اکریدیتاسیون خبرنگاران خارجی همچون وسیله محدود کردن آزادی سخن استفاده نکنند. یک دانشجو از ناحیه رشت با پیام تماس گرفته گفت در کورس سیمی دانشکده آموزگاری تاجیکستان در ناحیه رشت تحصیل میکند. او میگوید او و همسبقانش را دانشجو گفتن به واقعیت راست نمی آید، زیرا طول 3 سال است که در یک سال تحصیل جمع 3 یا 4 ماه تحصیل میکنند و خلاص. باقی عمر دانشجوییشان در کارتاشکغنداری میوه جمع کنی، کار در کان انگشت و حوالی در استادان دانشکده، کارمندان مقامات انتظامی، حکومت ناحیه و غیره سپری می شود. این دانشجو که نخواست نامش افشا شود میگوید ماموریت دانشگاه به جای سفربر نمودن دانشجویان به کنفرانس های علمی و فرستادن به اداره های تعلیمی برای تجربه، حتی در روزهای تعطیل مجبور میکنند که به جای معین کرده ماموریت با لباس کاری حاضر شوند. بنا به گفته این دانشجو، چند دانشجویی که به جای کار اجباری حاضر نشدهاند، ماموریت دانشکده آنها را نه فقط از دانشکده خارج کرده است، بلکه کارمندان کمیسریت حربی را دعوت نموده به دست با اصطلاح ابله‌بچه ها سپارده گفته است اینها منبع دانشجو نه، ببریدشان خدمت کنند. کار با این تمام نمی شود. ما به خاطر تصدیق این گفته های بالا کوشش کردیم نفری را پیدا کنیم که در این باره به ما معلومات دهد. نهایت یک دانشجوی دیگر که به خاطر امنیت شخصیش از او نام نمیبریم همه کردارهای بالا را تصدیق کرد. اما او گفت آنچه به معلومات رادیوی پیام رسیده است از دریا یک قطره است. خودی همین هفته ماموریت دانشکده آنها را برای کندن خط جویبار آب برای آسایشگاهی وزارت کارهای داخلی در ناحیه رشت برده اند. دانشجویان به جای درس طول چند روز برای کندن خط آبگذر در مسافه 2 کیلومتر جلب شده اند. طبق معلوماتی به ما رسیده در جلب اجباری دانشجویان به کارهای صحرایی، ساختمان و دیگر کارهای وزنین و طاقت فرسا که بیشتر برای این گونه کارها در دیگر کشورها زندانی های با جزای سنگین حبس شده جلب می شوند، طاهیروف محبوب الدین استاد فکولته زبان و ادبیات، یاروف اکبرشاه جانشین رکتور عاید به کارهای خواجگی، زاکروف ظفر مدیر شعبه کادرهای دانشکده آموزگاری تاجیکستان در ناحیه رشت دست داشته‌اند. بر ضمن این هر کجای به کار جلب می‌کردند برای آنکه دانشجویان از جای کار فکر گریختن نکنند، 2-3 کارمند مقامات شعبه وزارت کارهای داخلی آنها را نظارت و پاسبانی می‌کردند. اینجا سوال به میان می‌آید که صاحبان آن خواجگاه‌های دهقانی که دانشجویان را به کارتاشکغنداری میبرند چه کسانی هستند؟ مگر فرمه کارتاشک پروری دولتی است یا خصوصی؟ جلب دانشجویان به مهنت اجباری از روی کدام قانون است؟ کندن خط آبگذر در مسافه 2 کیلومتر که فکر میکنم از حساب کدام گرانت خارجی است و در آن همه مصرف ها برای اشیا، نرخ مهنت و دیگر هزینه ها در برنامه نشان داده می شود و آن مبلغ را سازمان گرانده دسترس می کند، به کیسه کی رفته است؟ اینجا ناگفته نماند که قسم زیاد دانشجویان این دانشکده شرطنامه‌ای هستند و هر سال به حساب بانکی دانشکده تا 4000 سامانی هر یک نفر مبلغ می سپارند. انصاف کجاست که هم پولش را میگیرید و هم خودش را غلام کنید؟ دانشکده آموزگاری یا مرکز غلامداری؟ مراجعت من به کسانی که مزه خورده از مهنت دیگران شده اید
لطف کرده یک بار به انصاف بیایید. پیشرفت و ترقیات و آینده کشور در دست دانشجو است. این دانشجویانی که شما از آنها به خود دهمرده و چوپان غلام درست کرده اید، می باید فرزندان شما را در آینده همچون سهمگزار آینده ملت تربیه کنند. مگر این را نمی اندیشید؟ بدانید که این خیانت به وطن، به ملت، به نسل آینده و نهایت به فرزندان و نسل خودتان است. نان سمیت یا خود انجمن ملی رسانه‌های مستقل و شورای وسایط اخبار عامه تاجیکستان با رسانه‌ای کردن یک بیانیه از مقامات تاجیکستان درخواست نمودند که از اکریدیتاسیا یا ثبت نام خبرنگاران خارجی همچون وسیله محدود کردن آزادی سخن در کشور استفاده نکنند. این و چند خبر و رویدادهای دیگر را در گزارش همکارم صفیه واحدова بشنوید. برنامه دعوت تیرماهی به صف نیروهای مسلح تاجیکستان در 20 روز اول 65% اجرا شد. با گفته عارف نظامیان، سخنگوی وزارت مدافع تاجیکستان، در این مدت ولایت مختار کوهستانی بدخشان برنامه دعوت تیرماهی را 110% اجرا کرد. همچنین ناحیه‌های اسپره، شهرستان و مسجد کوهستانی سوخت نیز برنامه را کاملا اجرا کردند. در کل در سوخت برنامه 75% اجرا شد. در استان ختلان برنامه بیش از 50% اجرا شد. اجرای برنامه در ناحیه‌های ناصر خسرو، خاولینگ و شمس‌الدین شاهین 50% است. ناحیه‌های تابع جمهوری 60% و دوشنبه 70% برنامه را اجرا کرد. گفتنی است در طول تاریخ صاحب استقلالی کشور تا به حال اکثریت جوانان با راه ابله یا خود دزدی جوانان از سر کوچه و خیابان‌ها و حتی از جایگاه خوابشان صورت می‌گیرد. با این حال از بین 600,000 جوانان قابل خدمت حربی، نهادهای زیرتابع وزارت مدافع حتی با کمک تمام نهادهای انتظامی و مقامات اجراییه نمی‌توانند 16,000 جوانان را به عسکری جلب نمایند. نان سمیت یا خود انجمن ملی رسانه‌های مستقل و شورای وسایط اخبار عامه تاجیکستان با رسانه‌ای کردن یک بیانیه از مقامات تاجیکستان درخواست نمودند که از اکریدیتاسیا یا ثبت نام خبرنگاران خارجی همچون وسیله محدود کردن آزادی سخن در کشور استفاده نکنند. در بیانیه این دو سازمان حامی حقوق خبرنگاران که روز 23 اکتبر منتشر گردید، از مشکل ثبت نام خبرنگاران رادیوی آزادی در وزارت کارهای خارجی اظهار نگرانی شده است. فعلا 5 خبرنگار رادیوی آزادی در تاجیکستان از 6 ماه تا 2 سال باز از حق کار محرومند و 1 نوامبر شاید آخرین روز کاری 9 نفر دیگر شود. وزارت امور خارجه تاجیکستان به نامه‌های پیوسته درباره دادن اجازه کار به خبرنگاران رادیوی آزادی پاسخ نداده است. این در حالی است که به گفته انجمن ملی رسانه‌های مستقل و شورای وسایط اخبار عامه تاجیکستان، این وزارت وظیفه‌دار است به نامه‌ها در مدت تا 1 ماه پاسخ گوید. در هفته گذشته 2 نماینده کنگره آمریکا در نامه به پرزیدنت تاجیکستان گفته بودند ادامه یافتن چنین وضعیت احتمال به مناسبت‌های آمریکا و تاجیکستان آسیب رساند و به آبروی تاجیکستان لطمه زند. در گروه فیسبوکی یا دوشنبینیت نوشته‌های شهنازه اسلامова درباره چگونه مجبوری به ماشین شیناندن و شعبه میلیتسیا بردن جیانش که حجاب پوشیده بود بحث پرجوش و خروش برانگیخت. در نوشته ذکر گردیده بود که جیانی او را برای رد کردن کشیدن روی مال تروریست نامیده تهدید کردند که 15 شبانه روز حبس میکنند. با گفت شهنازه جیانش را جزا داده و در حجم 175 سومانی جریمه کردند. در شعبه وزارت کارهای داخلی ناحیه شاه منصور طریق تلفن به خبرگزاری آزیا پلوس در این رابطه گفتند که از این حادثه آگاهی ندارند و به سوالها پاسخ گفته نمیتوانند. اما مقامات پروکراتور از این پیش به خبرگزاری آزیا پلوس مبارزه علیه حجاب را رد کرده گفته بودند که پوشیدن حجاب در کشورمان از روی قانونگذاری ممنوع نبوده، طبق مقررات قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌ها در جمهوری تاجیکستان برای پوشیدن ستر حجاب جریمه پیش بینی نشده است. زنانی که برای پوشیدن حجاب در تاجیکستان جریمه شدند، برای برقرار کردن حقوق خود به مقامات پروکراتور مراجعت کرده می‌توانند. اگر بانوان را کسی جریمه کردنی باشد یا الکی جریمه کرده است،
آنها می توانند با عریضه به مقامات پروکراتور مراجعت کرده همراه عریضه نسخه سند جریمه را پیشنهاد کنند. علیه طاهر روزیبایف مدیر لیسه خوانندگان بالیاقت شهر خوجند و زیردستانش با اتهام از خود کردن مبلغ‌های این مکتب پرونده جنایتی آغاز شده است. در این باره مرکز مطبوعات آگنتی مبارزه کروپسیای تاجیکستان خبر داد. بنا به اطلاع منبع، روزیبایف با مصلحت پیشکی با سرمحاسب و محاسبش 842756 سومانی پولی از سوی والدین خوانندگان برای تحصیل، خوابگاه و کتاب‌های درسی پرداخت شده را به خزینه وارد نکرده به جیب خود زدند. همین طور روزیبایف با مصلحت پیشکی با سرمحاسب و مدیر انبار توسط شرکت فیض مظفر درباره گویا از این شرکت خریدن مال و محصولات به مبلغ 1,640,000 سومانی اسناد قلبکی ساخته این مبلغ را هم تصرف کردند. در همین اساس نسبت روزیبایف طاهر بک مرادویچ با بقولوف و دیگران با ماده 245 قسم 4 بندی ب و 323 کودکس جنایی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیش پیشکی آن ادامه دارد. تصرف چنین مبلغ‌های بزرگ از یک مکتب در حالی است که والدان از پیوسته برای این آن پول جمع کردن مأموریت مکتب‌ها در تاجیکستان شکایت می‌کنند. صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستان دیروز 23 اکتبر از مقامش استعفا داد و در استعفانامه خود به پرزیدنت این کشور اشرف غنی نوشت که در این مدت فضای کاری در حکومت وحدت ملی از همان آغاز روزهای این حکومت تا این روزهای پایانی مطلوب نبود. صلاح الدین ربانی ادامه کارش را به صلاح ندانسته گفته است که با استعفا دادن از مقام وزیر امور خارجه فعالیت‌های خود را از راه‌های سیاسی دنبال خواهد کرد. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری افغانستان تاکنون به خبر استعفای صلاح الدین ربانی واکنش نشان نداده است. صلاح الدین ربانی از ماه ژانویه سال 2015 به این طرف در مقام وزیر کارهای خارجه افغانستان کار می‌کرد. صلاح الدین پسر برهان الدین ربانی رئیس جمهوری سابق افغانستان است. پدری او ماه سپتامبر سال 2012 در نتیجه یک حمله مرگ طلبانه در منزلش در کابل کشته شد. صلاح الدین ربانی بعدی در گذشت پدرش مدت راهبری شورای عالی صلح افغانستان را بر عهده داشت و حالا رئیس جمعیت اسلامی حزب تأسیس داده پدرش نیز می باشد. او از نزدیکترین متحدان عبدالله رئیس اجرایی افغانستان، رقیب عمده پرزیدنت اشرف غنی در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور می باشد. اینجا نهایت برنامه امروزی ماست. برنامه‌های دیگری ما را در شبکه‌های اجتماعی و پایگاه پیام نقطه نت پیگیری کنید. هر رویداد یا حادثه را شاهد شدید لطفاً به نوار گیرید و ثبت آن را به رقم 49 15 16 46 15 947 توسط پیام رسان‌های واتساپ، وایبر، ایما یا تلگرام فرستید. مشتری شدن به شبکه یوتیوبی ما، نوشتن نظر خود درباره نوار، پخش تگمه معقول شد و همچنین پخش تگمه زنگوله را فراموش نکنید. این به شما امکان می دهد که برابر نشر نوارهای ما در یوتیوب شما در حال باخبر شوید. الها کامیاب باشید. با امید دیدار در روز دیگر. خیر.